بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. انشالله که حالتون خوب باشه. با اولین جلسه آموزش الفبای زبان پرتغالی در خدمت شما هستیم. در جلسه قبلی که خدمت شما بودیم یک سری نکاتی در مورد زبان پرتغالی و همینطور در مورد کشور برزیل و جاهای دیدنیش و یه سری فرهنگ هاشون، سیاستشون و چیزای دیگه، مسائل دیگه صحبت کردیم به صورت مختصر و شما رو با این زبان و این کشور آشنا کردیم. الان میخوایم طی 4 جلسه آموزشی میخوایم حروف الفبای این زبان رو با هم دیگه کار کنیم. خب همین اول کار من چند تا نکته خدمت عزیزان بگم. آشنایی با الفبای زبان پرتغالی که به اونها بهشون میگن الفابتو، یعنی الفباشون اسمش الفابتوه. اینم پرچم کشور برزیل هست و بنده هم که سید جواد سجادی در خدمت شما هستم. خب الفبای زبان پرتغالی بر اساس الفبای لاتینه که الفبای رومی هم نامیده میشه. یعنی ریشه این زبان ریشه رومی و لاتین داره که زبان اسپانیایی و زبان ایتالیایی و یه سری زبانهای دیگه هم با این زبان یک ریشه دارن، یعنی هم ریشه هستند. مثلا اگه شما بخواین زبان اسپانیایی هم بخواین کار کنین بعد این زبان، به راحت میتونین نکاتش رو و الفباش رو و اون کلماتش رو باش ارتباط برقرار کنین، چون یک جورایی با هم دیگه شبیه و کلماتش، الفباش و یه سری نکاتش با هم دیگه خیلی شباهت داره این زبان ها. الفبای رسمی این زبان شامل 26 حرفه که میتونه در فرم کوچیک یا بزرگ مورد استفاده قرار بگیره که برای شما آوردیم الفباشون رو و این نوشتنشون رو. همون حروف الفبای انگلیسیه، حروف الفبایی که تو این زبان هست 26 تا که رسمیه. تاکید میکنم رسمیه چون نکته‌ای داره بعدش که اون نکته رو خدمتتون عرض میکنم. الفبای رسمیشون 26 حرفه. خب همین اول کار یک آشنایی مختصری برای شما میخوایم به وجود بیاریم. توی این فیلم حروف الفبا رو، همین 26 تا رو، اسمش رو میگه، یعنی اسم اون حرف رو میگه و یک مثال هم براش میزنه. این فیلم رو ببینین و دوباره برمیگردیم در خدمت شما هستیم. Crianças, vamos aprender o alfabeto? A. Abelha. B. Bola. C. Casa. D. Dinossauro. E. Escova. F. Fada. G. Gato. H. Hipopótamo. I. Igreja. J. Jacaré. K. Capo. L. Livro. M. Maçã. N. Nuvem. O. Olho. P. Pato. Q. Queijo. R. Rato. S. Sapo. T. Tambor. U. Uva.
V, vaca. W, wafer. X, xícara. Y, Yakult. Z, zebra. Viu como é fácil؟ خب یه سری نکات اینجا هست. الفبای اصلی که عرض کردم خدمتتون 26 حرفه، ولی 6 تا حرف دیگه وجود داره که میون مردم و در کلمات مختلفشون استفاده میشه و این 6 تا حرف رو هم ما توی این آموزشمون اضافه میکنیم و همینطور باید اضافه بکنیم کلا. حالا اونها مثلا اینطور میارن که میگن 26 حرف داریم ولی آخر کارش یک چند تا نکته اضافه میکنن، میگن این 6 تا حرف هم توی میون عامه مردم استفاده میشه. پس باید بگیم که این 6 تا حرف هم جزء حروف الف باشون هست. حالا اونا نمیارن به خاطر اینکه مثلا میگن زبان ما زیاد پیچیده نیست با زبان اصلی دنیا یکیه تقریبا، ولی ما برای اینکه کارمون راحت تر بشه در لابلای این 26 حرف اون 6 تا حرف دیگر رو هم میاریم به این خاطر که اونها از این 6 تا حرف استفاده میکنند و این 6 تا حرف رو هم برای این آوردن که برای این ازش استفاده میکنن که مهم برایشون گویشه، مهم برای کسایی که زبان برزیلی کار میکنن مهم برایشون گفتاره و گویشه و نوشتار آنچنان برایشون اهمیت آنچنان نداره. حالا این توضیح بیشترش رو به همون 6 تا حرف که برسیم این مسئله اصالت گویش بر نوشتار اونجا توضیحش رو بیشتر خدمتتون عرض میکنم. این 6 تا حرف که ما میخوایم به این 26 تا اضافه کنیم و در لابلاش بیاریم و جمعاً بشه 32 حرف، این 6 تا حرف اینها هستند که به صورت حروف کوچک یا بزرگ، کوچک و بزرگ آورده شده برای شما. خب در میون حروف الف با 5 تا حرف صدادار وجود داره و بقیه حروف بی صدا یا صامت هستند. این حروف صدادار یک سری قواعد و قانون‌های مشخصی در قبل یا بعدش ایجاد میکنه. این حروف صدادار معمولاً توی زبان‌های خارجی دیگه هم وجود داره و اونجا هم یه سری قاعده و قانونی تعیین میکنه که حالا به موقعش وقتی توی مثال‌هاش برسیم بهتون عرض میکنم که این حروف صدادار به چه دردی میخوره. حروف صدادار که اینجا هستن اینهان، این حروف، این 5 تا حرف حروف صدادار حساب میشن. خب میریم سراغ اولین حرف حروف الفبا و آشنایی با صدا و قواعد گرامری این حرف. این حرف توی این زبان همون حرف ای انگلیسیه ولی اینجا اسمش ا هست، اسمش ا. در پرتغالی این حرف ا خونده میشه، یعنی هم اسمش و هم صداش ا هست. پس ما در زبان پرتغالی آ نداریم، آ در زبان پرتغالی نداریم و هیچ وقت آ اینها استفاده نمی کنن و اگه استفاده بکنین شما اونها اصلا متوجه نمیشن که شما چی میخواین بگی. اکبر، اکبر به معنی تمام شدن، اکبر. پس آکابار اشتباهه، اکبر به معنی تمام شدن. یا صبر، صبر به معنی دانستن. یا لتر، لتر که به معنی حرف یا خط. این از حرف اول. حرف دومی که میخوایم با هم دیگه کار کنیم حرف بیه توی زبان انگلیسی که اینجا اسمش هست ب، اسمش هست ب و صداش هم ب هست.
صدای ب داره. مثال مثل ببر، ببر به معنی نوشیدن، آشامیدن. یا صبر، صبر، هر جا یا کلمه بیاد این ب خونده میشه. یا بنکو، بنکو به معنی بانک، یا نیمکت هم معنی میشه این بنکو. خب حرف سوم تا اینجا 2 حرف رو خوندیم که اسمش و صداش یکی بود. هر 2 حرفی که خوندیم اسمش و صداش یکی بود. حرف سوم حرف سی انگلیسی که اینم حرف کوچیکش هست و اینجا اسمش سه هست. ا ب س. خب این حرف یه سری قواعد و قوانین مشخصی داره. اگه بعد از این حرف ا و ای قرار بگیره صدای سه میده. نکنین ا و ای که اینجا اومده توی پرانتز اومده جزو حروف صدادار هست. عرض کردم خدمتتون که این حروف صدادار میتونن قبل یا بعدشون یک سری قوانین ایجاد کنن. اینجا مثلا اگر بعد از حرف سه 2 حرف صدادار ا و ای بیاد، یعنی فقط این 2 حرف بیاد، صدای سه میده. مثل چی؟ مثل سینکو بعدش ای اومده، سینکو 5 به معنی 5. یا سگو بعدش ا اومده، سگو به معنی کور. یا سدو بعدش ا اومده دوباره، سدو به معنی زود. یا سینتا بعدش این حرف اومده بعدش ای اومده، سینتا کمربند به معنی کمربنده. پس دقت کنید که سینتا اشتباهه، سینتا نداریم، سینتا. اگه بعد از این حرف سه حرفی غیر از این 2 حرف بیاد، غیر از این 2 حرف ا و ای بیاد، صدای ک میده. مثل کوکو بعدش این حرف او اومده بعدش، کوکو به معنی نارگیل. یا کلارو، کلارو بعدش این حرف اومده بعدش ال اومده، کلارو به معنی واضح، روشن. یا کما، کما به معنی تخت، تخت خواب، کما اینجا بعدش ا اومده. پس این 2 قاعده مربوط به این حرف بود که اگه بعدش ا و ای بیاد صدای سه، و اگه بعدش غیر از این 2 حرف ا و ای بیاد صدای ک میده. خب حرف 4می که میخوایم با هم دیگه کار کنیم این حرف هست که یکی از اون 6 تا حرفی بود که عرض کردم خدمتتون اینها توی حروف الفبای اصلیشون نمیارن، ولی خب چون خیلی استفاده میکنن ازش و خودشون به صورت تبصره و یا قانونی در آخر حروف الفباشون میارن، ما اینجا دیگه نمیخوایم به صورت تبصره آخر کار بیاریم، لابلای این حروف 26 حرف میاریم. این حرف اولین حرف از اون 6 تا هست، همون حرف سه هست، ولی باید پایینش باید یک زبونه‌ای به قول معروف داشته باشه و یک علامتی داشته باشه که مشخص بشه این حرف با اون حرف قبلی با حرف سومی فرق میکنه. یا حالا یا اینطوری نوشته میشه یا اینجوری، مثلا زبونش آخرش هست یا وسطش هست. باید بالاخره مشخص بشه که این حرف سه نیست، اسمش یه چیز دیگه است، اسمش سسیجیلیه است. اسم این حرف سسیجیلیه. صداش چیه؟ در هر شرایطی که بیاد صدای سه میده، یعنی هر جا هر وقت بیاد توی هر کلمه بیاد صدای سه میده.
عرض کردم خدمتتون اینها براشون گفتار مهمه تا نوشتار. یعنی کاری ندارن که مثلا این حرف سه سجیلیه یک چیز نوعیه مثلا توی حروف الفبای زبان خارجی و مثلا نوشتارش یخته سخته به قول معروف، ولی اونها اصل براشون گفتاره. میخوان یک حرفی داشته باشن که همیشه صدای سه بده و از این حرف سه سجیلیه هم زیاد استفاده میکنن. پس اصل براشون گفتاره تا نوشتار. مثل چی؟ مثل کومسر به معنی شروع کردن، یا کریانسا نکنه این حرف سه که اولش اومده بعدش حرف ا و ای نیست، صدای ک میده. برگردیم به حرف قبلی، قاعده حرف قبلی، کومسر کریانسا. این حرف سه سجیلیه هم که کلن صدای سه میده. یا مثل کسر به معنی شکار کردن. خب این از این حرف تا حالا 4 تا حرف الفبا رو باش آشنا شدیم. حرف پنجم این زبان پرتغالی برزیل یکی دیگه از اون حرفایی هست که جزء 26 حرف اصلی نیست و ما اینجا میخوایم براتون بگیم و بهتون آموزش بدیم. جزء اون 6 تا حرفی که خدمتتون عرض کردم. این حرف ترکیب سه به علاوه اچ توی زبان انگلیسی که اینجا به این اچ یک چیز دیگه میگن، اسمش یه چیز دیگه هست، بهش میگن اگه. ترکیب سه به علاوه اگه، به این اچ میگن اگه. اسمش هست سه اگه. صداش چیه؟ همیشه صدای ش میده. اینها میخواستن یک حرفی داشته باشن که همیشه صدای ش بده، اومدن این حرف رو تولید کردن، این حرف رو درست کردن. پس گفتار براشون مهمتر از نوشتاره. گفتار براشون اصله. خب مثل چی؟ مثل ش به معنی چای. این علامتی که میبینین روی ا هست، اینا بهش میگن، این علامت رو اینا بهش میگن اسنتو. توی زبانهای دیگه هم هست. اسنتو روی هر حرفی که قرار بگیره اون حرف باید با فشار صدای بیشتری ادا بشه. یعنی مثلا الان روی حرف ا اومده، باید ا رو به صورت تأکید بیشتر با فشار صدای بیشتری بخونیم. ش ا رو باید فشار صدامون رو یه خورده بالاتر بریم. یا مثل شفه به معنی رئیس. یا شرر به معنی گریه کردن. پس این حرف هر جا بیاد و بعدش هر حرفی بیاد صدای ش میده. خب میریم سراغ حرف بعدی، حرف ششم. حرف دی توی زبان انگلیسی که جزء 26 حرف اصلی توی این زبان هست، اینجا بهش میگن د. اسمش هست د. در بسیاری از موارد د خونده میشه. همون صدای د رو داره. مثل چی؟ مثل دوار به معنی اهدا کردن. یا داتا به معنی تاریخ. خب ولی اگر بعدش حرف صدادار ای بیاد،
اگه بعدش حرف صدادار ای بیاد حتما باید جی خونده بشه، یعنی ترکیب د به علاوه این به علاوه ای جی خونده میشه حتما. مثل جیه جیه به معنی روز، پس دیه اشتباهه، دیه اصلا برای اونها معنی نداره. یا جیزر جیزر به معنی گفتن، حتما ترکیب د به علاوه ای حتما باید جی خونده بشه. خب اگه بعدش ا بیاد، اگه بعد از حرف د ا بیاد، بعضی مواقع ج خونده میشه و بعضی مواقع د. باید ببینیم اونها چی میگن. در هر منطقه ای ممکنه مثلا لهجهشون فرق بکنه، مثل ایران خودمون که چندین لهجه داریم، اونها هم بالاخره یک کشور به این وسعت، هر منطقه ایش ممکنه لهجه های مختلفی داشته باشن. مثلا ما لهجه ساوپائولو رو داریم با شما کار میکنیم، لهجه شهر ساوپائولو رو میخوایم با شما کار کنیم. به هر کلمه که برسیم من خودم خدمتتون عرض میکنم که اینجا مثلا ج خونده میشه یا د خونده میشه، ولی مثلا همین کلمه رو ممکنه شما برین توی یک جای دیگه و جور دیگری بخونن. باید ببینیم اونها چی میگن. پس مثلا کلمه دنده ترکیب د به علاوه ا، یا دنده یا جنده، ممکنه یک جایی دنده بخونن یک جایی جنده بخونن. توی لهجه ساوپائولویی شهر ساوپائولو جنده میگن، ج میخونن این رو توی این کلمه. جنده به معنی خواهش میکنم. خب حرف هفتم اسمش هست ا. صداشی صدای ا داره، صدای ا داره، ولی در برخی موارد شنیده شده که وقتی این حرف در آخر کلمه میاد صدای ای میده. این همیشگی نیست، ممکنه که همیشه اینطور نباشه. مثل چی؟ مثل ادوکر، اول کلمه اومده صدای ا میده، فقط اگه آخر کار بیاد ممکنه صدای ای بده، ولی در وسط کلمه در اول کلمه جاهای دیگه بیاد همون صدای ا رو میده حتما. ادوکر به معنی تربیت کردن. یا مستر مستر، نکنن اینجا ای که آخر کار اومده صدای ای نمیده، مستر میخونن اینها به معنی استاد معلم. اما یک جایی هست که ای آخر اومده و صدای ای میده، مثل الفنچی الفنچی به معنی فیل. این حرفی اومده تی انگلیسی یک جاهایی چه خونده میشه. حالا اگه وقتی که میرسیم به خود اون حرف خدمتتون عرض میکنم که این حرف تی که حرف تیه توی زبان انگلیسی یک جاهایی چی خونده میشه، مثل همین جا. خب حرف هشتم که توی این جلسه خدمت شما یاد میدیم حرف اف توی زبان انگلیسی که بهش اینجا میگن افی. افی اسمش هست و صداش هم همیشه صدای ف داره، همیشه صدای ف داره. مثل چی؟ مثل فیکر. فیکر به معنی ماندن. یا فلر. فلر به معنی صحبت کردن. صحبت کردن. یا ف عرض کردم خدمتتون این علامت اسمش اسنتوه
که وقتی یک حرفی بیاد اون حرف رو باید با فشار صدای بیشتری بخونیم که این علامت اسنتو هم همیشه روی حروف صدادار میاد، روی حروف صدادار میاد و اکثرا هم روی ا یا ا یا ای میاد، یعنی یا مثلا روی این حرف مثلا یا روی ا یا روی ا، اکثرا روی این سه تا حرف بیشتر میاد. خب این از اولین جلسه آموزش حروف الف بامون به عنوان آخرین چیزی که میخوام به شما نشون بدیم توی این آموزشمون یک فیلمی هست که همون حروف اصلی توی زبان پرتغالی که 26 حرف بود، اون حروف اصلی رو که تا اینجا خوندیم، یعنی حرف سه سجلیه و سه اگه توی این فیلم وجود نداره چون حروف اصلیشون حساب نمیشه. همون حروف اصلی رو برداشته توی این فیلم آورده و مثل همون فیلم اول کار یک یعنی اسم اون حرف رو میگه و برایش یک مثالی میزنه که برای شما مرور بشه این حروف. این فیلم رو ببینیم و انشالله بقیه آموزش حروف الفبا باشه برای جلسات بعدی. خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم و انشالله که موفق باشین در زندگی. سوالی داشتین در خدمتیم. خداحافظ. Alfabeto. A. Água. Água. B. Bola. Bola. C. Casa. Casa. D. Dedo. E. Elefante. F. Faca.